بزرگ آمد مهمانی خانه مریدش و مرید طعام آورد برای استادش. استادش طعام را خورد و بسیار پسندش آمد. گفت ماشاءالله، خیلی بالذت بود. زنت را فریاد کن پشت پرده بیاید. مرید زنش را فریاد کرد. بزرگ گفت دخترم، من طعامی از دست تو تیار کرده را خوردم، بسیار بالذت بود. الله تو را جزای خیر دهد، خیلی بامزه بود. این زن بسیار با علم گریه کرد. بزرگ پرسید دخترم چی شد با تو؟ من یگان سخن ناجای نگفتم. این زن گفت نه حضرت، من برای سخن شما نگریستم. گریه‌ام برای این است که من 30 سال شد با همراه این شخص زندگی میکنم. بار هم طعام از دستی من تیار شده را تعریف نکرده است. برادران عزیز، زنها را تعریف کنید، بسیار شوقمند می شوند. خیلی افسوس است که امروز در معاشره زندگی ما 100 خوبی را کنار می گذارند و یک بدی را می بینند. 100 خوبی را فراموش می کنند و پس یک بدی می گردند. 100 خوبی در نظر نمی آید، یک بدی در نظر می آید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید زنهای شما همراه حیات شما هستند، نه اینکه غلامهایتان. همراه زنهایتان طور معامله کنید چطوری که می خواهید همراه دختران شما معامله کنند. وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على الماء.